کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که از 4 تا 8 آگوست سال روان در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی مملکت با استثنای قسم شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیره‌ها پیش بینی می شود. در این ارتباط کمیته از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است خیلی احتیاطکار باشند و از قبل چاره و تدبیرها اندیشیده تا سیل‌ها نتوانند به منزل‌های استقامتی و زمین‌های کشتشان ضرر رساند. در همین حال بنا به پیشبینی هواشناسان روز 5 آگوست سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده اساساً بی بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در غرب ولایت باشد 11-16 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 4-9 درجه گرم و روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده بی بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم، در ناحیه‌های کوهی شبانه 7-12 و روزانه 9-24 درجه گرم می شود. امروز در ولایت ختلان هوای کم‌ابر بی بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 36-41 درجه گرم، در دامنکوها شبانه 16-21 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز هوای تغییر یابنده پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای کم‌ابر بی بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا شبانه 20-22 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم می شود.